فکرش هم نمی‌کردی توی iOS 26 میشه دوربین آیفون رو جوری تنظیم کنی که عکس و فیلمی که باهاش میگیری مثل آیفون 17 باشه. داخل ستینگ گوشی وارد میشیم، به بخش کامرا میریم و ریکورد ویدیو رو میذاریم روی 4K 30 فریم و بعد میریم دوباره روی ریکورد سینماتیک تنظیم میکنیم روی 4K 30 فریم. از این قسمت که خارج شدیم میریم روی بخش فرمت، کامرا کپچر رو میذاریم روی های افیشنسی و گزینه فوتو کپچر رو هم میذاریم روی فوتو مود 24 مگاپیکسل. تو همین بخش پرو را کنترل رو روشن میکنیم و از این قسمت خارج میشیم. یه مقدار میایم پایینتر، گزینه میرور فرانت کامرا رو روشن میکنیم که موقعی که عکس و فیلم سلفی میگیریم دیگه برعکس نیفته و پایینتر گزینه پورتری فوتو مود رو روشن میکنیم و لنز کارکشن رو هم که باید حتما روشن داشته باشیم. و با روشن کردن این گزینه وقتی که عکس و فیلم میگیرین اگه لنزتون کثیف باشه بهتون هشدار میده که حتما باید تمیز کنید. این ویدیو رو سیو کن، فراموش نکنید و حتما با رفقات به اشتراک بذار که بتونن عکس و فیلم بهتری بگیرن. پیج ما رو هم فالو داشته باش.